سلام دوستان، وقت همگی بخیر. میپردازیم به واچ لیست ترید امروز 4 اپریل. یک سری اول به بیت کوین بزنیم که در 4 ساعته چینل سعودی رو داشتیم، البته در دل یک لیگ ریزشی و یک خط روند مقاومتی روزانه را که بعد از یک چینل از پایین شکست پول بکش به این صورت انجام شد و از خط روند روزانه جهت خورد. به اصطلاح فعلا لول خوبی برای شورت داریم، زیر 81400. ای که آیا بیت کوین شورت بکنیم یا آلت کوین ها را از دامیننسش میتونیم به این مسئله پی ببریم. ببینید که دامیننس بعد از حرکت سعودی که داشته در قسمت به شکل رنج شده و در واقع به سقف چینل تایم فریم بالا رسیده. سریع هم به اتریوم بزنیم. در 4 ساعته قبلا مقاومت که بود در شکست تا مقاومت بعدی حرکت کرد، دوباره حمایت شکست، دوباره پول بک به این ناحیه و فعلا هم ما در 4 ساعته میبینیم که نظر به این قسمت سقف پایین تر زدیم و برای شورت لیول مناسب است با کلوز کندل و تاییدی هایی که همراهش باید بگیریم. در کندل های سرخ هم میبینیم که حجم فروش بیشتر است. ETH BTC بر همون روند نزولی خود همچنان وفادار است. بعد از اینکه یک لیگ ریزشی میزنه باز یک رنج میشه، یک صعود موقت دوباره ریزش. خب دوستان، میپردازیم به واچ لیست امروز 4 اپریل. کوین اول زیرو است که بعد از یک لیگ سعودی در 4 ساعته داخل یک چینل نزولی شده، به اصطلاح پرچم سعودی است و بول فلک، که البته شکستش باید شکستش همراه ترکیب بکنیم با شکست یک از سقفایی که در مسیرش است. نظر بر چارت بیت کوین فعلا تریگر لانگ برش مناسب نیست. کوین بعدی XRP است که در واچلس های قبل هم داشتیم، یک لیول خیلی مهم داره، لیول حمایتی که چندین بار از قسمت حمایت شده و در قسمت آخر میبینین که در این یک حمایت شده، نتونسته سقف قبلی را بشکنه، دوباره سقف پایین تر و شکست کف. احتمال شکست لیول بالا است چنانچه مارکت کلا ریزشی شوه، ولی از او نواحی است که احتمال استاپ خوردن هم زیاد است، چون احتمال داره فکر بکنه. کوین بعدی ورچوال است که در حال نقطه ورود دادن است. فعلا یک ابزار روش مندازیم با استاپ ناحیه، در ادامه ببینیم که چه اتفاق میفته و پشتش کاملا ریزشی است. به این ناحیه چارت فیوچرز البته اسپاتش ممکن دیتای بیشتر داشته باشه. کوین بعدی یونی است که روی یک حمایت خوب قرار داره که با شکست حمایت میشه اقدام به شورت کرد. خط روندی را که داشت شکست آمد، از لیول ریجکت خورد، دوباره تلاش و لیول از گذشته دور است. البته کوین بعدی TST است که در واچلس های خیلی قبل هم داشتیم، در این نواحی که بود. فعلا هم برای لانگ در واچ لیست قرار گرفته، ولی نظر به وای ریزشی که مارکت داره لانگش خیلی ریسکی میتونه باشه. کوین بعدی ترامپ است که داخل یک چنین چنل نزولی به سر میبره. میبینید که برخوردش بسیار دقیق است و لیولی که بر تارگت در واقع میشه ازش استفاده بکنیم. با شکست کف میتونیم اقدام به شورت بکنیم با تارگت این ناحیه. لانگش فعلا خیلی فاصله داریم با لانگش، به اصطلاح لیول مهمی که ساخته در این قسمت است بعد از 12.37. کوین بعدی توکن است که گذشته ریزشی داره. اگر ببینیم چارتش
تا این قسمت که فعلا بعد از اینکه یک حرکت شارپ داشته اما کل مسیر برگشته به شکل میشه بگوییم که اینجا هیدن شولدر هم هست که زیاد جذاب نیست. به هر حال میشه استفاده کرد که برای شورتش فعلا در جای مناسب قرار داره. کوین آخری هم DSTHE که ایشان هم کلا از اون کوین هست که به دنیا آمدن تا بریزن. از این قسمت که در فیوچرز بایننس لیست شده کلا ریزش های سنگین داشته و فعلا در یک ساعته ما میتونیم برای شورت اقدام بکنیم. اگر RSI های 4 ساعته رو ببینیم هم نزدیک است که وارد اوورسیل شوه. در یک ساعته میبینیم که تریگر نسبتا خوب است در واقع با استاپ بالای سقف، البته چون حرکت‌هایش اصلاح‌هایش گاهی عمیق است. تشکر از توجه شما دوستان. امیدوار هستم که واچ لیست های روزانه براتون مفید باشه و ازشان استفاده بکنین. وقتتون خوش.